اگه بهت بگم اپل داره تبدیل به یه شرکتی میشه که دیگه نمیخواد سخت افزار جدید بخری، چی میگی؟ این که پرت و پلاس. تمام هویت اونا روی عرضه پر سر و صدای یه آیفون جدید هر سال ساخته شده. و برای بیشتر از یه دهه این دیدگاه حسابی به دردشون خورده. هممون این نمایش رو دیدیم. دقیقاً. اون مراسم‌های بزرگ، صفای دور میدون و اون آمار فروش عجیب و غریب. هدفشون واضحه. اینکه همه رو وادار کنن هر چند وقت یه بار گوشیشون رو عوض کنن. این انگار کل مدل کسب و کارشون بود. اون مدل قدیمی بود. جواب سرراست این بود که روی سود یکباره‌ای که از فروش گوشی جدید بهت به دست میارن تمرکز کنن. اما الان دیگه هدف اصلیشون این نیست. اونا فهمیدن که فروش سخت افزار سودآورترین بخش رابطه‌شون با تو نیست. چی میتونه از یه گوشی $1000 سودآورتر باشه؟ اون درآمدی که هر ماه برای سالها بعد از اون خرید به دست میارن. به سرویساشون فکر کن. فضای ذخیره آیکلاد، کمیسیون‌های اپ استور، اپل میوزیک، اپل تیوی، اینا حاشیه سود فوق‌العاده بالایی دارن. هزینه این که به تو فضای ذخیره سازی دیجیتال بیشتری بفروشن برای اپل تقریباً صفره. پس از اشتراکا بیشتر از خود گوشی سود میبرن. با گذر زمان آره. یه مشتری که آیفونش رو 4 سال نگه میداره اما برای چند تا سرویس پول میده، الان خیلی با ارزش‌تر از مشتریه که هر 2 سال یه بار سخت افزارش رو عوض میکنه. گوشی دیگه محصول اصلی نیست. یه راهیه که تو رو برای همیشه تو اکوسیستم اشتراکای با حاشیه سود بالا زندونی کنه.